که موافقت با نماز پیغمبر صلی الله علیه و سلم داشته باشه، امو قدر نماز به نزد الله تبارک و تعالی مقبول است. از او خاطر نماز بزرگترین عبادت است که رابطه ما و شما را با الله متعال قائم میکنه. یقینا در بین عبادات مثل نماز وار عبادت سختگیری هم نشده. در کل عبادات علما محققین که اتفاق سرش داره در ترک نماز کافر میگه. اگه آدم اگه کلی عمر نماز نمیخونه امو طور آدم کافر میگه علمای محققین. اما به ترک دیگه عبادات علما اتفاق نداره که او کافر باشه. از او خاطر در بخش نماز انسان باید بسیار کوشش بکنه که همه سنت های پیغمبر صلی الله علیه و سلم رعایت بکنه. اگرچه مناسب بود که ما یک ورقه در هر معامله که حدیث آمده اولا میدادیم، انشالله در آینده ای را اولا میدیم که خطی هر کس باشه این نوشته میکنیم. امروز فقط تنها عمل کردی از این برنامه عملی از این انجام میدیم تا که باشه برای